بیستو چارمین جواتا گشتی یا کنگره نتویا کردستان کنکه ایرو به بجداری سه ست دلگیان لهولندای دست بکر. داوی رونشتن ده هفسروکن کنکه بهتری خو بحثا گرینگیا پیک آنینا کنفرانسو یکیتیا کردان کرن. هفسروکن کنکه دبیجن ام دپیواجوه که گلکی گرینگ را در باز دبن. اگر ام بزانبون تف نگرن امه وندا بکن. جبروی بانگله همو هزو پارتین کرد کر که دمکی هری زودل هفدورونن و کنفرانسا خل دار بخن و یکیتیا خو آوا بکن. ددمکی دکول روشلاتا ناوین پیشکتنین گرینگ دقومن 24مین جواتا گشتیا کنگریا نتویا کردستان کنکی لوین لویا هولندا پیکتی. جواتا گشتی کو بدروشمیا یکیتیا نتویا دموکراتیک تیل دارخستن دی دروژان بدوما. زیدتری 300 دلگه دناو ده سیاست مدار نونرین سازیان روشنبیر و نویسکار. جهر چار بشین کردستانی و دروی ولات بشدار بونا. دوخه که زور هستیاره اما جب زور شکرا و زور خالکرا او برزانی هاوسروکی کنگرینتوی کردستان من پیوانی زیاتر پیویست به لسری بروم و دوپاتی بکموا. کردستانی جیبینه که برفره. هفسروکا کنکی زینب مراد دیار کرکو پیشکتنین داوین ین لهرمی هم خطرن و هم جی درفتان جبو کردان پیشکش دکنه. زینب مراد بالکشان سرگرینگیا تفگرینا یکیتیا کردان و گوته. افرونشتن جبو خباتین کنگریان نتوایی و کنفرانس بنگهکی هفپارد آفرینا. او درفته لسر او اساس رخصاوه که همومان بینیومان لکوتایی سالی راوردویان دسپیکی امسال چون گلکمان بو پشتیوانی لروجاوا همو رجان شقامکان و پیامی خویان ده پیامی نتوایی ده او بو وکو برفسیاریتی کی گوره خسته شان همو کسکی لکه وکو سیاست مدار وکو کسایتی ناو ملغای کردواری لهر چوار لای کردستان و تنانت لسرانسری. هفسروک کنکی احمد کراموشی آنی زمان کو دسته گشتی دمک دیروکی دل هفکم بو یو دبیجا. او بیستاتو نکوین 100 سالانو. ام بشوازکی متوازیش ببیجن که ماسی و شاشی مجی لکنگران نتوی کردستان یکمین سازیه کو قاربه یک ریزی و یک تیان نتوی پارسنا برجوندی نتوی بکر. او کسی که حتی روش سازی پارتی و ریخراوین سیاسی ام بدرسوزی بانگواسیین همویان بکن که قناغا همو ببر در باست من چل روشلات چل باشور چل روژاوا و چل باکور کردستانه پیویسته دست به دست مل به مل ام یک ریزیا خواه هی خورتر بکن یکی که خواهی خورتر بکن لدر دوری استراتیجیه که نتویی ام همو کارم پیامی خواه بدن دشمن دا کو ام کارم نهمبری پیمانی کنوبت تومار کرن ام راوستن اوینن ام ریبری گلی کرد ایده 27 سالان پشتی او کس کارسات و بدن مزن مدایه پیویسته ام آزاد بکن اوشی پیوستم نبخواد دموکراسیا نبخوایی آشتیا نبخوایی یک ریزیا و پارسنا برجواندی کرد بکه. جواتا گشتیا کنکی با خافتن نونرین هر چار بشین کردستانی و گلندن دوام دکه.